در زمان پادشاهی حضرت سلیمان علیه السلام، جهان در سکوتی از عظمت فرو رفته بود. او با انگشتری که بر آن نام خدا نوشته شده بود، بر انسانها، پرندگان و جنیان فرمان می‌راند. اما در میان آن سپاه از آتش، جنی بود به نام سخر مغرور، خاموش و در دلش آتشی از حسادت. او شبها در سایه معبد می‌نشست و زیر لب می‌گفت: چرا باید یک انسان بر ما حکومت کند؟ ما از آتشیم و او از خاک. روزی که سلیمان برای عبادت کنار دریا رفت، انگشترش را از انگشت بیرون آورد تا وضو بگیرد. سخر فرصت را غنیمت شمرد. خود را به شکل سلیمان درآورد و انگشتر را رو بود. اما وقتی بر تخت نشست، ناگهان پرندگان از اطرافش گریختند، باد از فرمانش ایستاد و آفتاب از او روی برگرداند. قدرت دیگر از آن او نبود. 40 روز گذشت. سلیمان واقعی در بیابانها سرگردان بود تا اینکه انگشتر را از شکم ماهی گرفت که ماهیگیر فقیر صید کرده بود. وقتی آن را به دست کرد، زمین لرزید، آسمان روشن شد و جنیان به زانو افتادند. سلیمان گفت: قدرت امانتی است از سوی خدا. هر که به طمع بگیردش، با همان طمع نابود می شود. و سخر در آتش خود ساخته‌اش برای همیشه خاموش شد. اگه از ویدیو خوش